مونده شدم یاره. سخت مردم ظالم پیدا شدن. تو فکر میکنی که ما مثل تو ساده ایم؟ تو پیدا نمیکنم، به زیر زمین بری تو رو بدر میکنم. منو لالا یک دقیقه بیاین در سرا. سلام. اشتنه چی خاله جان؟ یاریم بخیر سلامتی. بفرمایید. ارباب سه بخونه ام. بله یا. هم یک دقیقه تا در سرا و زحمت نمیشه. یک دقیقه بیام وضو کار دارم. چی ماشین کار داشتی؟ بله یا کار شخصی یک کار. کار نمیکنی. خو یک دقیقه بری بگین یک دقیقه بیا در سرا دیگه کار دارم. در سر دل داره بگین فقط تو ارباب اینجا. چه کاره؟ ها دقیق میکشی؟ ها چی می؟ یک نفری بیامده در سر در میزنه به چقاقیه. میگه به ارباب صاحب کار دارم. بری گفتم هرچی گفتم بگو چی می؟ من میرم برای اینا میگو. میگه نه مگر خود اینا بگی بیایا. خب برو بگو بیایا. من نمیتونم بری سفید برو به پیشی برو. بچه نادونه برو بگو بیایا. خوبه بابا میرم میگم. بده. چه نادونه بیاد دفتر که ما برم پیشی برو. بری سفید خب. بیاین مسرا بیاین. بیا مسرا بیا. گفتم بیا. یالا کنی کسی نباشه. یالا. و علیکم السلام. ابو سلام علیکم. شنی بخیر سلامت خوشحال بخیر. شکر زنده باشی. چه راست شکر خیریت بود کوکو. خیریت من که بشناختین. نه چه شناختین؟ بچه شما اومدم. بچه شما اومدی؟ ولی از قله بالاییم ما. نام خدا. از محله بالا. شما اومدی تو بچه کلونی هم داره نام خدا. اما خود خبرا کلونتر هم دارم. خوب. تو برای خودی؟ خوب خیریت بود کوکو. خیریت بودم تو بیام پیش شما گفتم یک شکایتی داشتم. چی شکایت؟ خدا خیر کنه. خیریتی از یک نفری از این دی شمانه. از محله شمانه. از این محله ما. آفرین. این موتر داره. موتر داره خدا این موتر خو امی بیمار بزده پا بیمار بشکسته. حادثه کردن. ما کیت معلومات کردیم پیگیری کردیم که این نفر به این محله شمانه موتر هم داره. با معلومات بیشتر که کردیم اسم این نفر هم بلدم می. گفتم اگر شما یک چرخ بی زحمت بکشین اگر حالا سرای بلده که این نفر که بیبی تور زده سرای بلدی؟ معلومات گفتن از این منطقه شما سرای هم بلدم حتی اسم او بچگرم بلدم. اسمی چیه؟ اسمی هم میگم گیلکه. موتر سفید باباجی هم داره. یعنی بیبی تور بزده پایم بشکسته؟ بیبی گک بیچاره پای بشکسته. این خودی موتر زده گفت مگه زحمت نمیشه خودش یک پیگیری بکن خاطر اونا پیدا کنی. با ارباب سه یک اشتباهی بکرده بفهمیده از من کلونتر هم هسته. یک اشتباهی بکرده بودن که این بیبی پیرزال بیچاره مرد خودی موتر زده. اما امیت نامردی کده که فکر کده کسی مر ندیده پرتو کده بجسته. حتی به دکتر هم نبرده کلینیک. اگه به دکتر امیت ورد میدش به شفاخانه ای برد ما خوشحال میشیم خیلی به نوازم به شفاخانه برده. خو نامردی کده که بجسته. واقعا نامردی کده راست میگه. ساده تر هم هست که من میگیرم با پا. بریم پس به در سرای بریم خدا گبزونو. ببخشین دیگه. خدا بخش. من نوکرم بابا من میگه بیا برو تو حرک کن. خود شما نمیتونیم به من میگیم.
تک تک نکن که خود گله کم بیام. امینه گله. آه امینه. بله. سلام علیکم. سلام علیکم. شنو؟ ارباب صاحب شنو خیرات جنجال خوبه جنجال. یارم لالا شما خیراته. زنده باشین. گله کمینه. بله. میگم یک دقیقه ارباب صاحب. به می جوانی خو به می کلونی خو خجالت نکشیدی. از چی برارمه؟ از اون پیرزاله که او مثل مادرتونه، مثل مادر هممونه. او پیرزاله که با موتر بزدی و بجستی تا شفاخونه هم نبردی. ما برارم من نه موتر کسی زدم من نه هم برادر که شما خور به داره او پیرزا در ارباب نزه. سعی کنیم مردم چی رقم بخن یک آدم دقیقه خود ارباب دادونه خور به زو در نزه. من مال از در سرات تیر شدم برفتم در سر ارباب اینو گفتم باش ارباب صاحب در سرا پیش مامو. به جریان بگذار. که میتونه فرسا کو بیبی مرباز داد و پایم بشکست نامرد و غیرت سوگر نداشت که نبرده باشه خونه. ارباب صاحب من نفر که به شما بپرسیم از این چه کاری تو بده و نه من تحقیقات کردم معلومات کردم گفت تک تامی منطقه ارباب صاحبم اسمم گلکه. بیبی از اینه. بیبی شما نه بیبی منه موتر سفید ببجی هم داری. خب موتر بابجی که من همین همسایه هم میفهمم این برای هم میفهمم که من موتر بابجی دارم. حالا هم ما امیر گفتم موتر ببجی دار که من موتر ببجی زده بود. حالا خور بزو در نزه. من لالا کسی بدیده؟ هر کی اما من شاهد دارم. شاهد بیارم. حالا سایکو کوکوچکه. ارباب صاحب خور خوشگه و کچلی چا نازه. شما به زحمت نمیشه یک دقیقه خودت بریم معلمه بیا به تو کار دارم. نه تو صاحب کو که خود ارباب گپ شاهد محله شما برم ارباب صاحب مردم ارباب صاحب خود بخن یک من بگم تو بفهمیدم. من بگم به تو برسیدم. کوکوچکه شاهد داری استاد. شاهد دارم بیا بریم. او شاهد خود از منطقه ورده بره به در سرام خود از آدم الف فصل میکنه. اوجا چی؟ نه ارباب صاحب مگر منطقه ما بره. نه با منطقه شما من نفر خونه نمیخوام منطقه تو چه منطقه میبر به منطقه خود دیگه نه کجا موتر شما؟ من میگم تو میگم موتر تو کجا؟ کوکوچکه موتر من به تاباق استاده. ریشکا چی میگم شاهد در بساریو شاهد خورده بره کمی آدم نشونی ده بگمی تو موتر دارم میرقم بسارتون چیز کنه دیگه برو موتر من بتام باقانم شاهد خود خوشگاه چیزی چیزم نداره صحیح برو شاهد خورده بیا انا میرم من شاهدم شما میاد برو ارباب صاحب گلک جو بریم ارباب صاحب زنده باشی من میرم خونه خو میرم سایکو ما بیام و در سرامو کمی تو موتر ببجی داره بیبی مرباز داده سو کو نامرد بی غیرت ور ندشه نه ارباب صاحب این بچه نادانی بیامده این ماه خدا میدونه به کجا گوش حالا من نبوده. گپ پذیر باور نکردم گفتم بعدم بیام اصلا معلومات بگیرم این مردم خوربازا بیخان آدم اندازن خدا میدونه نه گوش نموندم بیامدن گفتم باش یکی عراتی شیر بندازین خور بیخانه که پا بیبی می بشکسته بیبی مر بزدی چه کار فلان من اگه باور کردی بعدم من بیام با در سرات اومدم بفهمیدی بریم ارباب صاحب بازم اون شاهدا خوب بیاره او که میگه من شاهد دارم باشه شاهدا خوب بیاره دیگه بریم ارباب صاحب زنده باشین خداحافظ شما بریم چای بخوریم زنده باشین خیر ببینید خیال خوشحال باشین انا می در سر اربابه من شاهد خودی کله گنده کو چی شما داخل میشه که من نازدم بیبی شما ام باز دمی تو دوله کرده پشت سر خورم سعی نکه برم خیلی سرعت زیاد بودم خدا و حتی که نکشته ارباب صاحب سلام علیکم سلام خوبه ارباب صاحب نه شاهدا شما نه بله انداز من چه کار کنم پس تو برو در سر گیله گیله که ورده بیار که خدا گیله که ورده بیار چش برو شاهد جام است ها ساده بده زودی بیای کوئی چی رقم بده شما شاهدی میده که یعنی ما میادم بیبی از یادم بده چی رقم بده کنه ما همین شیشته بدیم بتا دکون تا محله خب همین بیبی همین عباس خب ماست از هم کوچه در زنه همین گیلک بچه ماما غلامت دوتری خب ای به موتر باباجی سفید دیشت امی که من پوز موتر خوب بردیش 2 متر را فقط بگیرید تیاری بود مترزمی تزایی نمیکه و میست سره اصلا ارباب صاحب یک بریک نزد که میسه کنم بوم مرده زنده چی رقم است همون تا پچخ کرده بیامد رو بده شما یعنی ایت دلجان باشین شما گردن نمیکنه ارباب صاحب ما کو پول نستونیم ما که گردن خوب است کنیم تو سه که چه شرایطی شده که مردم میزنن میجن ما در پشت سر خورم سعی نمیکنن که این مثلا بوم مرده یا زنده و ارباب صاحبی به تعمیدی میست تیاری جیتی بره میت میامد همین فکر نمیکنه که اینجا به چاه خورد سیاسر حالا به نظرم اون موتر سوار نشده بوده که ایت تزایی میکرده وای 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 آن ارباب اون بیامد
شاهدم بیاوردن که حالا بونه دیگه چیزی نکنی. خب حالا گلک جان. بله. هنی 2 نفرم شاهد آورده بابا. خب من شاهدم پرسان کردم. که لالا جان من امی بی از این حادثه کردم تکر کردم. میگم برار جو ما به تعمی دکون شیشته بودیم. همون پیرزاله نشونی هم بگین. همون پیرزاله که ازم کوچه در زد من پوز موتر خونه ازیدی که 2 متر را پریده 2 لخ کرده میته بجیستی برفتی. یعنی تو آدم بدیدی که من کار کردم. چشما گناهکار نشونی بگین که با چی شادم داخل میشه. حالا که ما برای نبا گفتم سکت گفتم حالا دو تو نفر مترسم گدن خوبسته نمیکنی گفت اکنه ما جو قضا طلب کنه نمایی که ارباب صاحب سعی کنیم. بله. ما حواس ما نبیده که خودی گوشی گپ میزدم. خب بفهمیدین خودی گوشی گپ میزدم. خب همین گوشی هایی که من می روزگار آدم میرسونم. حال برارمه لالا جان اسم تو چیه؟ عباس جان برارمه هر گپی در یعنی ارباب صاحب اینجا هستم من مشکلی ندارم. جوانی خود حالا دروغ میگی تو راست میگی. خدا من چی گفتم بالکن گفتم بالکن چی گفتم آخه غیرت تو نکش که ما به شفاخانه بردی. حالا چکار بشه؟ پای بشکسته بی بیچاره. بیلا برارمه سعی کو تو حال بیبی تو یک مشکلی هم داره که نمیبینه بروز. خیلی گناه منه. خب دیگه اون نمیبینه تو که میبینی. خیلی میبینی اگه تو میدیدی اون نمیزدی. نه هم تو که میدیدی نمیدیدی. لالا جو ارباب صاحب ما چکار کنیم؟ خب آلی چیکار نکن عمودم غیرت خو میکنیم اون بر نشی به شفاخانه. حالا چیکار کنه لالا؟ حالا که ما بی غیرتی کردم و می سیاست را نبردم جامعه. حالا کم برو خوب کردم. بله ارباب هر چی مصرف کنی مصرف بیبی تو بده. خوب گفت. بیبی تا معذرت خواهی کنه. اشما برو را معذرت خواهی کنه دیگه چی؟ کمال ما میتونم ارباب سینا با وزه نه لالا با وزه خیر بینی که کش نکردی. خوب گپ بر مصرفا ببین بر بده. گلک جان برو. ارباب تیر بفهمونین که دوباره هم که خودی موتر شکسته خو عطا دیا تیر میشه آرومتر. انا ارباب صاحب انا هم حاضری پی بگیرن برای تداوی مسخره میکنی یه هزار پا تو شلغم نمیدم 20,000 پی بیبی خو مصرف کرده کله تو خراب و هزار پی که هزار پا تو شلغم میدم. یه اعمال بهم یک روز 20,000 مصرف کرده. مصرف نداره پاشکستگی مصرف نداره. تو خدا خوب جور از کنون هم مرده 40-45 و 50 دیو با پای با گچ گرفته. ارباب صاحب سعی کنین حالا به قصه هم نیم مگر من پیش نمازت خواهی کنم با جام مادرتون مصرف رم بدیم معذرت خواهی هم بکنید اگر دوباره در پیش خام سعی کن که چی رقم مطالعه میکنی. ارباب صاحب خیره تشکر بسیار خیره خدا ارباب صاحب خدا زنده باشید چای میخوریم بفرمایید خوش اومد خوش اومد. الله نفس درد میکنه پام خیلی نمیبینی که شکسته دیگه. ای خدای موترگونار به بیده باره نرسونه میزنه امید جان آدم تکر میکنه از این که برم مرتگر به شفاخونه و برم امید جان امی تنیه ای تستغونه و قلوره پام که هیچی بسته جون درد میکنه الله جو الله بیبی بیبی عباس جو لباسا ما کجا بیبی؟ وقت برسو گرانجه لباسا بیبی همین درک از این بچه را ما سرای پیدا کردم کدو مله هم پاش ما کرش کستونه خود موتر زد بگیفتی اسم گله که از مله بالاه انا میره خوبی گفته ما بی تو 5000 پول میارم خوبه بله رختار کجا رختار کل نشی شده رختار تو بزو خوره اون شکران برفت که بیاره خب الله جو یا الله یا الله بیا یا الله بیا نمی مامه بیانم پیش شما ازت خواهی کنم سلام بیبی جان. خوب ساعت شما خوبه جان جوره؟ خوب من موتر زدی حالا ساعت ما خوبه. بیبی جان بخشش باشه من میدم گناه خود شما بده شما از این کوچه گنده در زدیم تو ناسندی خود من وقتیم به تا کوچه من می آمدم متوجه من نبودم شما هم نبودیم من حقیقت رسی به خاطر از این استادم که موتر وحشی بده چی ویشی انا به مو واسطه گفتم میشه ما ببرم بری ببرم ولی همین نواسه شما بیامده درس را ارباب صاحب آمده بیده و معلم هم مثل که چی شو خیره باشه بیبی جان مر میبخشیم بخشیدن چیکار کنم اشتباه بخشم دیگه بیبی خیلی دیگه بیامده کنی خدا بوده همی حالا که باشد کار حالا بیبی جان پا شما بشکسته حالا دیگه دکتر بگاج گرفته بوده بیلا آنه بیبی جان خدا واسه می 5000 پول رم باور کنیم بیبی همین حالا من قرض کردم میگم بچه جو من که تیر شدم برفتم خیلی
آره پا مکوش کرد سعی که یک تفلر و موتر ندن سعی که یک کور ناتوان دیگه و موتر ندن یاد نداری پشت سر تو متونی وانه میشه دیگه سوار نشو نه یاد نداری نشین اما موتر دیگه بدر نخو بیبی جان من سم ما میشه خود ما محترمونم آخه صبرج میشه ما خود ما محترمونم اما گناهش میشه که یاد نداشتی گناه شما بدن دست برین دستمه برین دست آن 50 تا سدیه و قسمت همی بیده دیگه بیبی جان 50 تا سدیه شما را میکنه لالا شما رو که 5000 دیگه نداره امینا هم باور کنه که ما قرض کردم بیبی جان بیل داره مال بیبی دیگه بیل که ندارم دیگه چیکار بیبی دیگه معذرت میخواد بیل کنه که اگه بیبی جان شما ما رو بیل نکنی خدا نمیبخشه ما بیبی جان برو خدا بگم میبخشم ببخشیدیم بله مقصد متوجه باشی که یک بیبی جو دگان توبه آنه که من دیگه نفر بزن یا تیز بیایم یا مثلا چهار بر خود سعی نکنم والا جان سعی کنی کسی نباشه بیای برو خداحافظ بیبی جو بجای مادر مانین شما بیبی یالا و مثل مادر مانین بیبی جو آوستانا نکشیم به سر سفره همه 5000 که بلکن تداوی شمار بشه اگه پا تیاو نشد باز خیلی گپ بینیه گپ بینیه ای خدا من بشکست پا من جو و کجا خونه بنداخت ناسگا کام اینا رخ مایم لباس مایم و نون او مایم آخرم گپ بینیه خدا شما رو هدایت کنه بیبی بیل میکردن دیگه بیچاره گناه داره 5000 پول بقیش تک دیگه نه ببخشیدم دیگه چیکار کنم بیال بیتر نپا وقتی خود پا شکسته خب جلوی روی برقصم بیچاره بیل میکردن دیگه 5000 پول هم میگه قرض کرده من چه کجا بردم من چیکار کنم قرض کرده ما حال دم رفتم دم که میرم بزرگ گفتم بچه جو پا اگه خب نشد چی یعنی منظور می بود دوباره تداوی میکنه یا نمیکنه خب بیبی اگه میگه که خیلی دیگه گپ نیگه تیار نشد بیتر اگه نشین دوباره تداوی کردم میره 5000 دیگه میستم خب بیبی 5000 چیه یک لک دیگه بستون مال پا ما پس سر جای نمیایه این دیوانیه دیگه زیاد چه آدم بگه پول میده چون اگه عمل میتونستم به وزه کش کنم میتونستم اول بندی کنم میتونستم مال اول بگیرم بیبی پولا پیش شما باشه نه باشه اونجا بزنه چه وقت خب باید جمعی نه جون حاضر نمیچه نمیجورم بزنم من اینجا هستم کی مالی ما میرم بیبی خوبه برو با میان خبر شما میگیرم برو بچه